چی میدونست این صحنه ای که اندی و رد شروع میکنن صحبت کردن اولین بار توی زندان، مورگان فریمن هی توپ بیسبال رو پرت میکنه میگیره. این صحنه 9 ساعت طول میکشه و مورگان فریمن بدون غر زدن این کار رو مدام انجام میده، ولی فرداش مجبور میشه با دستش توی اسلینگ بیاد سر کار از این آویزا. 2. $5000 به استفن کینگ میدن برای اقتباس از رمانش برای ساخت فیلم، اما استفن کینگ هیچ وقت این پولو نقد نمیکنه و بعد از چند سال اون چکو قاب میکنه برای کارگردان فرانک دارابونت میفرسته و میگه اگر برای وثیقه نیاز داشتی. 3. تو این صحنه وقتی تیم رابینز میره توی کتابخونه که با بروکس حرف بزنه، باید پترن صحبت کردنش با کلاغه رو هماهنگ می‌کرده، چون که به کلاغه نمیتونستن بگن کی قارقار کن. برای همین مجبور میشه که حفظ کنه کلاغه با چه آهنگی قارقار میکنه و وسط قارقاراش دیالوگشو بگه که کارگردانم خیلی خوشش میاد. 4. ماگشات مورگان فریمن، اون عکسی که برای ورود به زندان ازت میگیره، اون عکس در واقع پسر مورگان فریمن، آلفونزو فریمنه، که البته یه نقش دیگه هم تو فیلم داره میگه که ماهی تازه. بعدن تو فیلم 7 هم بازی میکنه آلفونزو فریمن. 5. تو فیلم هیچ وقت نمیگن که بروکس همون کتابخونه داره به چه جرمی اومده زندان، ولی در واقع به علت قتل زنش و دخترش به خاطر عصبانیت از باخت تو بازی پوکر اومده زندان. 6. محض اطلاع، اون آهنگ اپرایی که اندی در قفل میکنه تو اتاق میمونه بعد آهنگ رو میذاره، اون آهنگ اسمش کانزونتا سولاریا از ولفگنگ آمادئوس موزارت از آلبوم که The Marriage of Figaro بوده که این توی رمان هم نبوده و ایده کارگردان و بازیگر بوده که اینو بذارم توی فیلم. انجمن انسانی آمریکا که نمیدونم چیه گفته که اون صحنه ای که میخواین به کلاغه غذا بدین، کرم بدین بخوره، برای کرم ظالمانه، حق ندارید این کار کنید. باید یه کرمی پیدا کنید که به علت مرگ طبیعی مرده باشه بعد اون موقع استفادهش کنید. بالاخره اینا میگردن و اینا کرمه رو پیدا میکنن، فیلم برداری تمام میشه. چند سال بعد کارگردان اعتراف میکنه که خودش کرمه رو کشته بوده. Jake says thank you. خیلی جالبه، این فیلم 18 میلیون موقعی اکرانش میفروشه ولی هزینه تولیدش در نمیاد. بعد که نامزد اسکار میشه دوباره 10 میلیون دیگه میفروشه، ولی خب ضرر باکس آفیسش هنوز پابرجاست. مورگان فریمن میگه دلیلش میدونین چی بوده؟ اسم فیلم سخت بوده و اون موقع اینترنت نبوده که اسمو برای هم بفرستن. 9. این فیلم ابتدا توی 33 تا سینما اکران میشه فقط، نمیدونیم چرا، ولی بعداً برای اکران خیلی وسیع ترش همزمان با پالپ فیکشن اکران میشه. این باعث میشه که تو سال 1994 یه مقدار جلوی محبوبیت فیلم و فروش فیلم رو بگیره. یعنی در واقع این فیلم خودش محبوبیتش رو کسب کرده و مردم اولین باریه که مردم اینقدر متحد رأی میدن به یک فیلم که برسه به فیلم اول IMDb. 10. اون زندان توی شهر منسفیلد اشلند توی اوهایوه و بعد از ساخت این فیلم اون زندان تبدیل به موزه میشه و یه جاذبه توریستی میشه. این فیلم باعث رفتن 18,000 نفر ویزیتور به همون شهر کوچیک اشلند میشه و بعدها شهردار میگه که تا سال 2013 $3 میلیون اقتصاد همین شهر کوچیک رو آورد بالا. They can't get to it. It's yours. What are you talking about?